سلام دوستان، وقت بخیر. توی این ویدیو قصد دارم یه دغدغه مهمی که برای دوستانی که جدید میخوان اتوکد الکتریکال رو یاد بگیرن برای اولین بار هستش و یه سری سوال هایی براشون پیش میاد که اینو بخوام براتون اینجا توضیح بدم. نصب اتوکد الکتریکال که خدا شکر تو ایران خیلی راحته. توی گوگل میزنید اتوکد الکتریکال، دانلودش میکنین و نحوه نصبش هم همونجا براتون توضیح میده. زیاد کار پیچیده‌ای نیستش. اما وقتی که نرم افزار رو باز کردین با یه همچین صفحه روبرو میشین که اینجا این قسمت فایل هایی که قبلا ما